سلام به همه دوستان و همراهان همیشگی اسرار پنهان. باز هم در خدمت شما هستم با یه ویدیوی دیگه با موضوع خداحافظی تلخ و غم‌انگیز گوگوش، فائقه آتشین از دنیای هنر و موسیقی. لطفاً تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. فائقه آتشین ملقب به گوگوش، خواننده سرشناس کشورمون که از او با عنوان شاهماهی هنر و موسیقی ایران یاد میشد، برای همیشه از دنیای موسیقی و خوانندگی خداحافظی کرد. در ادامه صحبت‌های غم‌انگیزی از این هنرمند لطفاً تا انتهای این فصل آخر، فصل خداحافظی من از سرزمین استعدادیم صحنه است. از جایی که بهترین خاطره های زندگیمو با شما از ابتدا تقسیم کردم. من حتی خودم را از جنس نگاه های شما سنجیدم و شناختم تا بلندتر و بلندتر پریدم. تصمیم منطقی اما دشواریه، مثل بسیاری از تصمیم های درست. شاید اگر دست خودم بود خداحافظی نمی کردم. دوباره به دیدارتون میام، به شهرهایی که در این 23 سال به روی صحنه رفتم و در کنار شما خودم رو ادامه دادم. از این بابت هم شکرگزار و هم از شما سپاسگزارم. به دیدارتون میام تا برای آخرین بار زیباترین ترانه‌های ایرانمونو با تمام وجودم براتون بخونم. برای شمایی که از آغاز یا از هر کجای این 70 سال با من همسفر شدید. از شمایی که به هنرمندتون عمر دوباره بخشیدید. از شمایی که منو دیدید و شنیدید. مشتاق، مضطرب، ولی همچنان عاشق به دیدار شما میام. امشب برای من آخرین شبی است که در آتاکا برنامه می‌کنم. در این شب خداحافظی، چون امشب آخرین اجرای من در هیوستون